بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. امروز آن درسی که از این اصول سنت هست، در درس گذشته در مسئله بدعت ها شیخ صحبت راند، گفت که برحذر باشید. آخران نقطه گرفتیم برحذر باشید از کوچکترین چیزهای نوپیدا، که این کوچکترین چیزهای نوپیدا آیسته آیسته به کلان تبدیل می‌یابد و هیچ بدعتی نبود در این امت پیدا شد که اولش خرد بود، سپس مانند بر حق بود و سپس مردم بر آن مغرور شدند و در آن داخل شدند، دیگر از آن برآمدن نتوانستند تا آن درجه که دین گشت. هنگام این کار میشود گمان برای مردم که تو دین رو این کار کرده اید، در حالی که وای بدعت است. و سپس مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که فانظر رحمک الله، نظر کن الله ما و شما را شامل رحمتش قرار بدهد، تو شامل رحمتش قرار بدهد. کل من سمعت کلامه من اهل زمانک، هر سخنی که از اهل زمان خود میشنوی، نقطه خیلی مهم در زمان ما، هر سخنی که از اهل زمان خود میشنوی، که مؤلف رحمت الله علیه این رو 1400 سال پیش گفته است، هر سخنی که از اهل زمان خود میشنوی خاصتا عجله نکن، سراسیمانگی نکن. فلا تدخلن فی شیء منه حتی تسأل، در چیزی از این سخنات داخل نشو و رو قبول نکن، نپذیر حتی اینکه بپرسی، حتی اینکه از این سخن بپرسی. فانظر، نظر نما، فتنظر، پس نظر نمایی، هل تکلم فی احد من اصحاب رسول نبی، آیا کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در شأن این سخنی که برآمد از اهل زمانت آیا سخن کردند؟ یکی از علما در این مورد سخن گفتند، سپس آن را بپذیره نمیگوید. فإن اصبت فیه اثرا عنهم، اگر چیز اثری رو، سخنی رو از آنها پیدا کردی، از صحابه و علما و بزرگان دین، تابعین و تبع تابعین چیز پیدا کردی، تمسک به، بر آن سخت آن رو بدار. چیزی که از کتاب و سنت و صحابه و تابعین و تبع تابعین میافتی آن رو بدار، و اون چیزی که از اهل زمان خودت اگر آن رو مطابقت کرد آن رو هم بدار، و اون چیزی که مخالفت کرد آن رو ترک نما. فلا تجاوزه لشیء، پس این سخن آنها را که با تمسک بجوی، چیز دیگر با سخن اینا ایواز نکن. ولا تختر علیه شیئا فتسقط فی النار، پس چیزی را که برخلاف این است قبول نکن، نپذیر. فتسقط فی النار، در حالی که اگر اون رو ترک کردی، سخن سلف رو و خلف رو پذیرفتی که مخالفت نمودن، پس در آتش میرفتی. چیزی رو اختیار نمایی. فلا تختر علیه شیئا، چیزی اختیار نما، چیزی رو ناپیدایی نکن در دین الله سبحانه و تعالی که با اون چیز ناپیدا شده در آتش میافتی. میفرماید که عجله نکن، سراسیمگی نکن. آنچه که از مردم میشنوی، خصوصا هنگامی که زمان باز تأخیر میشود. بسیاری از کسانی که سخن میگویند، فتوا میدهند، منتسب بر علم هستند، بر قول هستند، خصوصا در این وسیله های اعلانی که است، تازه شبکه‌های اینترنتی که است، هر کس سخن میگوید، هر کس با نام علم سخن میگوید، هر کس با نام دین سخن میگوید. حتی اهل گمراهان، حتی فرقه های گمراه، فرقه های منحرف با اسم دین سخن میگن حاضر در این شبکه‌های اینترنتی. خطر بسیار عظیم است. بر تو است لازم بگیری ای مسلمان طلب علم رو و ثابت نمایی علم رو در خود، و عجله نکنی هر آنچه که از مردم میشنوی، بلکه لازم بگیری هر چه که از مردم میشنوی آن را ثابت نمودن آیا آن حق است و علم پیدا کردن در آن چه که میگوید. این فکر، این سخن از کجا آمده است؟ این سخن گفته است از کی گرفته است؟ پس آن سخنی که میگوید دلیلش چی است؟ دلیلش از کجا است؟ در بالا گفت چیزی را نشنام مگر اینکه آن را آیا اصحاب پیامبر که علما گفته هستند یا نه؟ دلیلش از چی است؟ دلیلش از کتاب است یا که سنت؟ پس در کجا آموخته است؟ از کی علم را گرفته است؟ این امرها نیاز بر ثابت نمودن دارند. خصوصا شیخ میفرماید که در این زمان حتی شخص گوینده شخص سخنور باشد، شخص بسیار سخنور و دانا باشد، مجرد شنیدن آن سخن نمیپذیری، بلکه آن سخن رو میسنجی، با سخن مغرور نمیشوی تا که مرتبه علم و دانش اون رو هم بفهمی. شاید سخنان بعضی از مردم کم باشن، ولیکن سخنش فقیه است، سخنش فهم و درک عمیق است، و شاید سخنش زیاد باشد ولیکن جاهل است، چیزی از فقه و فهم رو ندارد، بلکه کلامی سحرناک دارد که مردم رو به سوی خود مغرور میسازد. خود رو نشان میدهد که عالم است، خود رو نشان میدهد که بسیار هوشیار و دانا و چالاک و زیرک است، خود رو مفکر نشان میدهد و غیر از این. مردم رو مغرور میسازد و مردم رو از حق، از دایره حق دور میگرداند. برای همین شیخ میفرماید فلیس عبرت بکثرت کلام، عبرت به کثرت بر بسیار بودن سخن نیست، بلکه عبرت در علم است، در تأصیل است. و چی بسا کلام اندک، سخن اندک است منفعت بخشتر است از سخنی که بسیار دراز است. چی بسا سخنان زیادی هستند، دراز هستند که از او کم فایده میگیری. میفرماید که این همین واقعیت زمان ما هست که علم کم شده است، خوانندگان زیاد شده است اما فقیهان کم شده است، و فقه بر بسیار بودن سخن گفتن و قرائت کتاب نیست، یا که بسیار سخنور بودن نیست. چون شاعر میگوید که
فی زخرف القول تزین لباطنه. سخنهای زیبا گفتن باطن را زینت میدهد. الحق قد یعتری سوء تعبیر. حق گاهی برای فهمی نادرست داخل میگردد. اگر بخوای اصل رو مدح مینمایی، اصل رو مدح مینمایی که میگه که این از زیبایی های زنبور است، اگر بخوای همچنین او رو هم مذمت هم میکنی، میگه که این از قیع زنبور است. برای همین سخنهای زیاده که در این شبکه ها امروزها پهن شده است با آنها مغرور نگردیم که حق را باطل نشان میدهند و سخنور را دانا میگیرند و تو را با باطل آشنا میسازند و از حق تو را دور میکنند. خیلی زشتگی است. برای همین رسول الله گفتن ان من البیان لسحر. بدرستی بعضی از سخنوری ها این سحر است، شنونده را ذهنش پریشان میکند. برای همین شیخ فرمود که فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه. بدون نظر کن الله تو را رحم نماید هر چیزی که تو میشنوی سخنش را من اهل زمان خود، خاصتا فلا تعجلن، عجله نکن، سراسمگی نکن در پذیرش این سخن. فلا تدخلن فی شیء منه، در از آن داخل نشو. این در زمان مؤلف بود که نزدیکی بر زمان امام احمد بود، چون شیخ بربهاری از شاگردان شاگرد امام احمد است که در زمان خود گفت تو در هر زمانی که هستی از قبول نمودن سخن زمانت بر حذر باش، حتی اینکه آن را تو ثابت نمایی. کجا به خاطر زمان ما چی عصر هوا و هوس، عصر جهل، عصر آمیخته شدن، عصر پر از فتنه و شرها، فکرهای گوناگون، پر از دشمنی ها. دشمن ها قلب دین رو میخواد از آنها پیروی نماییم. بر ما فرض میگردند فکرهای خودشان را و موافق هم شدن. بر ما این سیاست هایی که دین از او بیزار از آنها را برای ما فرض قرار دادن. برای همین برای ما لازم است که ما ثابت بگردانیم، هر چیزی را ثابت بسازیم در قبول هر چیزی. در این امر در بسیاری از امرها باید ما توقف نماییم. بسیاری از فتاواها و سخنهایی که در این شبکه ها منتشر میشوند توقف نماییم و نظر نماییم که کی سخن میگوید و از کجا سخن میگوید، چون هر کسی امروز فتوا دهنده و شیخ عالم شده است. تلاش نماییم فهم کتاب الله و فهم رسول را به مردم برسانیم. دین الله را آنگونه‌ای که بر رسول الله نازل شد آن را تعلیم بگیریم، چون تفقه در دین، فهمیدن دین، این عصمت پاکی از فتنه هاست. فقه این فهم است. گاهی میشد که انسان بسیار چیزها را حفظ کرده است ولی که فهمی ندارد. او شخصی که بسیار چیزها را از خود کرده است و یا شخصی که اصلا عامی است، هیچ چیزی را نمیدوند، برابر هستند. شاید بعضی آن مرد عادی بهتر از او باشد، از آن کسی که بسیار چیزا را آموخته است، چون جهل خود را میداند اما این خود را جاهل کو نمیگیرد، چون نمیداند که وی جاهل است. برای مسئله بسیار حفظ کردن یا که بسیار سخن گفتن نیست، مسئله فهم است. برای همین رسول الله گفتند رب مبلغ اوعى عن السامع. چی بسا رساننده فهمش نیکوتر است، هوشیارتر است از شخصی شنونده دیده. انسان حفظ می نماید، روایت می نماید، ولیکن در آنجا کسانی هست که از او فقیه تر است. برای همین در آمده است که رب حامل الفقه، چی بسا بردارنده فقه هستند که و هو غیر فقه و غیر فقیه، در حالی که فقیه نیست. بردارنده فقه است، همه چیز را از خود حفظ می‌داند ولی فقیه نیست. و فهمیدن احکام شریعت این یک استعداد است که الله سبحانه و تعالی برای هر کسی بخواهد می‌دهد. برای همین شیخ چه گفت؟ فلا تعجلن ولا تدخلن فی شیء منه. عجله نکن در گرفتن سخن و در آن هم داخل نشو حتی تصل، حتی بپرسی و نظر کن. گفت که هل تکلم فیه احد من اصحاب نبی، آیا این سخنی که تو میخوای از او بپذیری آیا کسی از اصحاب پیامبر آن را گفتن، کسی از علما آن را گفتن؟ این وصیت عظیم است. اگر سخن کسی برای تو خوش آمد در دین، اما کلامی که در دنیا از امور دنیا است، این موضوع ما نیست، ولیکن چیزی که برای تو خوش آمد از دین، از کسی شنیدی، عجله نکن، سراسمگی نکن، حتی نظر نمای در آن کلام. آیا این تأسیس یافته است بر حق با دلیل؟ آیا او از سر خود، از فکر اندیشه های خود سخن میگوید؟ نه از کتاب و سنت با فهم سلفی اومد. اگر از فکر و اندیشه های خود، از زیبایلدان عقل خود گفته باشد، پس او را ترک می‌نمایی. اما کسی که تأسیس داده باشد سخنش را با کتاب و سنت، پس این حق است. عجله نکن در گرفتن سخن از کسی در این زمان، حتی اگر صاحبش سخنور نیک باشد و برای تو خوش بیاید، سراسمگی نکن، حتی نظر نمایی و این سخن را بر کتاب و سنت بگذاری. این سخن را گفت آیا این حق است، درست است، فقیه است یا نه؟
حتی این مسئله رو از اهل علم پرسان بشوید که این سخنی که از زبان وی برآمد آیا کسی از اهل علم اینو گفتن یا نه. این همون چیزی است که بارها شیخ میگه که من برحذر کنندم مردم رو و میگویم که شما اجتهادات پیروی نکنید، سخن نگوید از اجتهادها و فکرها و قولها و عبارهایی که پهن شده هستند. قدوه رو الگو رو از سلف صالح، از کلام سلف صالح صحابگان کرام بگیرید و سخن رو دیدید که آن سخن از کلام سلف صالح نیست و این سخن گوینده‌اش این سخنش شاذ است، یعنی که سخنش تنها است و کسی این رو نگفته است یا که یک نفر از علما گفته است، از این برحذر باشید. پس کلام صحابگان کرام این میزان است، چون آنها شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. نظر میکنید قولشان را در آیت کریمه. صحابگان کرام کلام الله را با احادیث پیامبر تفسیر کردند، با سخن پیامبر آن را تفسیر کردند. آنها بر حق نزدیکتر هستند برخلاف آن کس که بعد آنها آمد، چون آنها شاگردان رسول الله هستند، تفسیر را از رسول الله گرفتند، از او علم آموختند. آنها نزدیکترین مردم بر حق هستند. عبرت بر سخن آن کسی که میگوید این الصحابه لا عبرت لهم، صحابه بر اینها هیچ عبرت نیست. و سخن آنها میگویند که آنها مرد هستیم، آنها فکر و اندیشه دارند، ما فکر و اندیشه داریم، ما مرد هستیم، آنها مرد هستند، یا که زمان تغییر یافت. همه این سخنها باطل است. اینا جز از زبان گمراهان دیگر از زبان کسی دیگر بیرون نمیشود. این سخنها دین باقی است تا روز قیامت. با تغییر زمان دین تغییر نمییابد، شامل تمام زمان و مکان هاست. اما آنجا که تغییر مییابد اجتهادهای بشریت است. خطا میکنند، شاید ثواب میبرند، اما خود دین هیچ وقت تغییر نمییابد. دین صلاحیت تمام زمان و مکان را در خود دارد، در تمام زمان و مکان، چون نازل شده است از نزد پروردگار حکیم و حمید. برای همین سلف میگویند که لازم بگیره کتاب و سنت را با فهم سلف امت را و چیزی را از فهم خود سخن مگو، یا که از نزد متأخران کسانی که بعدی آنها آمدن نگو، بلکه آنچه که آنها بودن در آن بر آن سخن بگو و از متأخران آن چیزی را بگیر که بر آنها مطابقتی نمود. برای فرمان او احد من العلماء، یا که یکی از عالمان معتبر، از ائمه که در منهج صحابه هستند، چون آنها هستند که علماهای دین معتبرین معروفین روایت های صحابه را برای ما رساندند و صحابگان کرام این روایت ها را از رسول الله گرفتند. و سپس فرمود که فإن أصبتم فیه اثرا عنهم فتمسک به، اگر چیز اثری رو سخن رو از آنها شنیدی و دیدی پس بر آن چنگ بزن. یکی کسی رو که تو سخنش رو موافق با سخن صحابگان کرام یافتی پس آن رو بگیر با آن چنگ بزن. و قولش که لا تجاوزه شیئا، با چیز آن را مخالفت ننما. قول سلف رو با فکر اندیشه های فلان و فلان شیخ و عالم عوض نکن، بلکه قول صحابه را از قول هر کس بالاتر به شما رو بالا بدان. و همچنین فرمود که ولا تختر علیه شیئا فتسقط فی النار، چیزی را اختراع نکن بر بالای آنچه که صحابگان کرام گفتن و تابعین و تبع تابعین گفتن. فتسقط فی النار، اگر اختراع کردی، ناپیدایی کردی، بر سخنی که اونا گفتن مخالفت کردی، فتسقط، پس می افتی در آتش. آن چیزی که سلف صالح آورده گفتن بر بالای اون چیزی رو اختراع نکن، نوآوری نکن. آن چیزی که متأخرین آوردن سخن آنها رو ترک نما. اگر این کارو نکردی، ترک نکردی سخن آنها رو یا که ترک کردی، پس در آتش می افتی، چون تو مخالفت نمودی راه جنت را. راه جنت راه آن کسانی که الله فرمود الذین انعمت علیهم، الذین انعم الله علیهم، آن کسانی که الله برای آنها نعمت را ارزانی کرد از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان و حسن اولئک رفیقا، و آنها چی بهتر رفیقان هستند. این است راه جنت که الله در این سوره نساء آیت 69 بیان کرد. و هر سه که این پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان را مخالفتی نمود پس آن راه آتش است. و الله فرمود که و ان هذا صراط مستقیم، بدرسته که این راه من راه مستقیم است، راه راست است. کتاب و سنت با فهم سلف امت صحابگان کرام و تابعین و کسانی که با احسان از آنها پیروی کردن راه راست است. فاتبعوا، پس این راه راست شما پیروی نمایید. ولا تتبعوا السبل، راههای گوناگونی را پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبیل، چون که شما را از راه الله دور می‌سازد. پس راه الله یک است، اما غیر راه الله راههای گوناگون و زیاد است. هر شیطان راهی دارد، هر انسان شیطان صفت، هر جن راهی دارد. راه
راههای خیلی زیادی هستند. اگر حرکت در این راهها یک از این راهها اگر که داخل شد دیگر نمیبراید. اما راه صراط مستقیم کتاب واسطه با فهم سلف امت انسان را مستقیما زود میرساند، چون در آن هیچ راه کجی دیده نمیشود، گمراه نمیشود، راه را خطا نمیکند هنگامی که این راه را انتخاب کرد. در همین جا توقف میکنیم ان شاء الله از این سخنان مبارک امام بربهاری رحمت الله علیه. سپس میگوید که این را درس دیگر میگیریم اعلام بدان بیرون شدن از راه حق با دو جهت است که هر دو این جهت ها را راه درس دیگر ان شاء الله که برای شما بیان مینامیم که خارج شدن از راه حق با دو جهت بودد. کدام جهت ها است که ما از آنها برحذر باشیم و در فتنه و گمراهی ها نافتیم و دیگران را هم نافتانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.